امروز در پایتخت مملکت اجلاس 15 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم با رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی هم معاونان، رهبر دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده، مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. اوید به انتخابات وکیلان با مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 66 گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات شنیده شد. وکیلان در ادامه عملی شوی برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را محاکمه نموده. وابسته به این مسئله معاون رئیس شهر دوشنبه حسابات داد. رئیس شهر در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سپارش دادند که در همکاری با ساختارهای دخلدار بهره تامین باصفت و سریع برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 در شهر دوشنبه بهتر نمودن خدمترسانی شرکت‌های کرایه‌کش تاکسی، پرره به نظام نقلیات برقی گذراندن پارک‌های نقلیاتی شرکت‌ها، بنیاد نمودن نقطه‌های برقگیری و دیگر مسئله‌ها تدبیرهای ضروری اندیشند. سپس وکیلان رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه وابسته به اعلان شدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت را مورد بررسی قرار داده. در رابطه با این گزارش معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر و ساختارهای دخلدار شهری وابسته به تحت نظارت گرفتن فعالیت کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی و تشکیل نمودن جایهای کار دائمی با استفاده دادن کارخانه‌های صنعتی که در دایره سالهای رشد صنعت تا سال 2026 به نقشه گرفته شدند، جلب نمودن سرمایه مستقیم بهره استحصال محصولات صادرات شونده و وسیع نمودن امکانات صادرات و تقویت بخشیدن فعالیت در سمت محصولات‌های واردات عوض کننده و رقابت پذیر دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه مسئله آمادگی به موسم تیرماه و زمستانی سالهای 2023-2024 در شهر دوشنبه را بررسی نموده، وابسته به آن معاون یکم رئیس شهر دوشنبه حسابات داد. رئیس شهر در این رابطه معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، راهبران کارخانه و مؤسسه‌ها و تشکیلات‌های پایتخت را وظیفه‌دار نمودند که جهت سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعی شهر دوشنبه برای فعالیت منظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2023-2024 در حالت ضروری و با رعایت تکنولوژی معین شده نگهداری نمودن راه‌های اتومبیلگرد پایتخت، آماده‌سازی مؤسسه‌های دولتی استفاده برای راه‌ها وابسته به ذخیره‌کنی مواد و اشیا، قسم‌های احتیاطی و سوزشواری برای تکنیک و مکانیزم‌ها، پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده، تامین اهالی پایتخت با آب نوشاکی باصفت، برق و انرژی گرمی و تامین بی‌خطری ضد سوختار، تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشند. همزمان تاکید گردید که جهت آماده نمودن سیستم انرژتیکی پایتخت برای خنکی‌های از معیار زیاد، کم نمودن تلفات تکنیکی نیروی برق و پیشگیری حالت‌های استفاده غیرقانونی آن کارها را جان‌ناک نمایند. اینچنین بهره فراوانی بازارهای پایتخت و با نرخ‌های دسترس پیشکش ساکنان گردانیدن محصولات‌ها، جهت ذخیره نمودن محصولات‌های نیاز اولیه، کاربری را با همه ساختارها و خواجگی‌های دیگر شهر و ناحیه‌ها تقویت بخشند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در این ضمن رئیس شهر تاکید نمودند که پایتخت چون آینه ملت و دولت می باشد، ما و شما را ضرور است که بهره تازه و آزاده نگاه داشتن آن و شینانیدن گل‌های موسمی، درخت و بوته‌های آرایشی و دیگر کارهای آبادانی را باز هم تقویت داده با رعایت فرهنگ بلند وطن‌دوستی و شهرنشینی آن را حفظ نماییم. در جنبست کار اجلاسیه، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کلی حاضرین را به خدمت صافدلانه بهر باز هم رشد و نموی پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه دعوت نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاس 15 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم کار خود را انجام داد.